به ما 4 تا تاس دادن، گفتن وجه‌های مقابل هم رو مشخص کنیم. یه دونه تاسه که توسط 4 نفر ریخته شده. یعنی به عنوان مثال اگر بگیم 1 مقابل 2 قرار داره، برای همه تاس‌ها 1 مقابل چیه؟ 2. اگه بگم 4 مقابل 6 برای همه تاس‌ها 4 مقابل 6. خب من میخوام از تکنیک پاد استفاده کنم برای حل کردن این مکعب‌ها. خب تکنیک پاد میگفت که فقط و فقط باید یک وجه مشترک داشته باشیم. من اگر A و B رو در نظر بگیرم میبینم 2 تا وجه یکسان دارم، پس نمیتونم A و B رو با هم از روش پاد استفاده کنم. میام A و C رو در نظر میگیرم، باز دوباره 1 و 5، پس نمیتونم A و C رو با هم در نظر بگیرم. خب بیایم سراغ A و D. A و D چطور؟ 1 رو نداره، فقط 4 داره، پس من میتونم A و D رو با هم دیگه چه کار کنم؟ در نظر بگیرم. طبق قانون پادفرگر میگم 4 رو مشخص میکنم، خلاف عقربه‌های ساعت مسیرش رو تعیین میکنم. میگم 4 1 بعدش 5. توی شکل دی 4 زیر 4 قرار میگیره، بعدش 6 زیر 1 و بعدش 3 زیر 5. خب اگر نگاه کنید 1 3 4 5 6 رو دارم، تاس هم از 1 تا 6 عدد 2 رو ندارم. 5 مقابل 3، 1 مقابل 6، 4 مقابل 2. پس این برای تاس A و D بود. حالا ببینیم چه تاس های دیگه ای هم میتونیم با هم دیگه در نظر بگیریم. خب ببینیم B با C میشه. B و C یه دونه مشترک داره، پس میتونم برای B و C هم بنویسم. B و D اگر نگاه کنیم B و D هم فقط 2 تا مشترک داریم، یکی 4 و یکی هم 3 رو داریم، نمیشه براش در نظر بگیریم. پس فقط B و C و A و D رو که در نظر میگیریم، اگر من برای اینم بنویسم شبیه این میشه روبروی هم. نگاه کنید چی توشون مشترک بود توی B و C؟ 1. برعکس خلاف عقربه‌های ساعت میگم 1 4 3. برای C 1 2 5 مقابل 3، 4 مقابل 2 و 6 هم مقابل 1 قرار داره. پس فرق نمیکنه که کدوم یکی از اینها رو براش در نظر بگیرید.